سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز. امروز 4 سپتامبر. کبوترها رو بردم بیرون و گفتم یه ویدیو بگیرم برای عزیزان عشقباز و یه توضیح بدم در مورد چش درد کبوتر و خسخس کردن سینه کبوتر و عفونت چیکدانشون. دوستان میتونین یه دونه قرص آموکسیسیلین 500 و 2 تا قرص مترومتازون رو داخل نیم لیتر آب بریزین و حلش کنین و روزانه 1 cc رو بهش بدین و در کنارش یه حب سی رو 4 قسمت کنین و 1/3 رو بهش بدین. این کار رو باید حدوداً 5 روز پشت سر هم انجام بدین و روز 6م نیازی به مترومتازون نیست. مترومتازون رو من چرا میدم؟ برای اینکه اگه اون کبوتر چیکدانش عفونتی شده باشه کمک میکنه که چیکدانش پاک بشه و هر عفونتی که هست برکنار بشه. همینطور که میبینین من این ساده شیرازی زیاد حالش جالب نبود، بخوام نشونتون بدم تقریبا تو مایه های این جوجه سرور بود، در این وضع بود که خدا رو شکر الان عالی شده. باز همین لنگش همینطور شده بود، الان خدا رو شکر عالیه. و گفتم این ویدیو رو برای دوستان بگیرم، یه توضیح هم بدم در مورد این مریضی. کوچیک شما، سامی از لندن.